خیار رو اگه بپزین مزه کدو میده. در واقع داریم شام و نهار رو یکی میکنیم. فولاد سیب زنجان. خانومم تموم کن دیگه. ولی تو لیاقت نداری. خیار کبابی. میخوام براتون موز کبابی بزنم. روغن رو بگیر. روغن و موز روغن. چه بویی افتاده. خیار منو کباب کن. انگار مثلا آرتیکس 50 90 بستگی. مغازه بسته کباب شده. هر کی مال خودشو بخوره. یادم بد نیست. 100 میلیون هم بدی نمیخورم. خوبه. بریم آقا خیلی خوبه. سلام. یو دوباره اومدیم با یه ویدیو. دوباره ما اومدیم. این بار های چالشی با موز اومد. موز و خیار داریم. خیار رو ببین. این بار با 3 ویدیو خرج کردیم. ویدیو رو توضیح بدیم. آره. چیه اصلا ویدیو؟ اصل ماجرا چیه؟ فهمیدیم ولی قضیه اونه که ما میخوایم ببینیم این 7 آیتمی که اینجا هست رو قراره که باز گردونه بزنیم و هر کدوم در بیاد و با نیمرو قراره درست کنیم. مثلا پرتقال رو بندازیم توی روغن و با نیمرو اونو مخلوطش کنیم. اینم بگم این ایده یزید حامده. به نظر خیار رو من امتحان کردم بچه‌ها. خیار رو اگه بپزین مزه کدو میده. ساعت 18 ساعت رو ببین. 18 خب عجیب میشه ولی عجیب میشه. چیزا رو من دونه دونه به بچه‌ها. آره. سیب، کره بادام زمینی، نسکافه با تخم مرغ آخه میشه؟ پرتقال، خیار، موز و شکر. آخه شکر فکر کنم خیلی بد بشه حاجی. خیلی بد. حالا ما گردونه داریم ولی قرار نیست اینا رو امتحان کنیم. هر کدوم ما قراره که یه دونه از اینا رو با نیمرو ترکیب بکنیم. گیره توی کامنت ها میتونید بنویسید که دوست دارید مثلا توی ویدیوهای بعدی چه چیزایی رو هم ترکیب کنیم. ولی توی این ویدیو توی گردونه همونطور که میبینید اسم همشون رو نوشتیم. قرار از بین این 7 تا چیز بگیره. اسکرین رو نه. اسکرین بزن یادمون میره اصلش اینه. الان اسکرین رو زدیم. خب از این 7 تا چیز قراره که 3 تاش رو انتخاب کنیم. هر کدوم یه دونه درست کنیم. توی گاز بپزیم. 3 تا تاوه داریم. مایتابه بپزیم و آخرش بیاین امتحان کنیم و امتیاز بدیم. آره امتیاز. اول تو باش. بزن. 1 2 3. من دوست دارم موز در بیاد ببینم. من میخوام پرتقال در بیاد. سیب در اومد. برای من سیب. خب الان من میزنم. حامد پرتقال کدوم در میاد؟ خیار. خب تو کاش نسکافه بیفته. خیلی دوست دارم ببینم نسکافه چجوری میشه. پرتقال من خوبه با موز بیا. یعنی الکی موز خریدیم خدا کنه موز در بیاد. موز کیلویی 100,000. نه موز در اومد. $1 ببین $1 نیست. کجا؟ کره بادام زمینی تو مرز کره بادام زمینی بودم. یعنی دیگه حالا من میخواد. این 3 تا این 4 تا هست شدن این 4. این 3 تامون که همشون هم میوه شدن خارج. خب خیار و موز و سیب. موز که پوسیدن نداره. پوسیدن خب بیا اون از این خیار رو که میتونم بیشترم انتخاب. نه یه دونه کافیه. خودت میدونی. مرحله برششون انجام بدیم. موز کار الیاس خیلی راحت. آره موز خیلی راحته. خیار راحت تره. خیار اصلا پوست نداره. نه پوستاشو بکن دیگه حاجی. بازم مثلا اینجاش هم میخوام پخت میتونم چیزم کنم مثلا این شکلی هم شاد. هر چقدر الیاس ریزش کن که قشنگ تو نیمرو. نه موز کردم میسوزه. خانومم تموم کن دیگه. یه دقیقه صبر کنی تمام میکنم. تاوه من داره پرواز میکنه. حامد اینو ول کن. آماده شید. ببین اونجا دامستر یه دونه دوربین داریم ما بیشتر دیگه تجهیزاتمون همینه دیگه. خب سیبا تمام شد. روی خیار اصلا خیار بیا این طرف. خواستم کمکت کنم ولی تو لیاقت نداری. ولی میخوام توی یه ویدیو دیگه خیار رو چیز کنم بزنم تو سیخ کبابیش کنم. کباب بیارم بابا نه نه ول کن حاجی ول کن. حالا نمیدونم معلومه یا نه کلا کج و کوله هست. آره بابا مشخصه. اینو میشورم یه دونه خیار دیگه هم کباب میشه. نظرت چیه؟ کباب همینجوری درسته بزن دیگه. نه اونجوری نمیشه. مغز بخورش. بذار تو بزن منم بزنم تو کباب. باید کدو هم میگرفتیم. به نظرم خیار کبابی خوب میشه بچه‌ها. کلا مشهور میشیم با این خیار کبابی.
با چی الان می‌کردی خیار کبابی رو؟ توی همین شعله چی قال. ولی برای یه دونه تخم مرغ این همه زیاده. با یه ذره چیز کن. دسته چند تا شد؟ 2 4 6 8 یه دونه بزن. اینجوری نه، اینجوری فشرده بکنی. نه میخوام فاصله بکنم. بچه‌ها خیار اصلا حوض نکنید. خیار دیگه همه جا هست. خیار الان خیلی گرونه. یه داره هم قیمت موز میشه. 60000 تومان گرفتم. کلا نابود شدم اینا رو گرفتم. دیگه چون طرف آشنا بود دیگه 80 چجوری این 60000 تومان؟ اینم موز سبز دیگه، همون موزه. آره موز نرسیده. خب اینم از اینو که میذاریم حالا آخر ویدیو ببینیم چی میشه. ولی برای یه دونه تخم مرغ اینا زیادن ها. یه دونه تخم مرغ قراره بزنیم دیگه. نه بریم سراغ گاز. بیاید نزدیک. بیاید نزدیک. چی میخواید بهمون چیز کنی علی اصغر بابا؟ این بار میخوام براتون موز کبابی بزنم. کبابی؟ نه موز ولی گرونه وگرنه اونم کبابشو میزنه. خب من که اینجا، شما هم دوتاتون اینجا باشین دیگه اینو تنظیم کن. آره تنظیمش کن. من روغن رو بردارم. حاجی به خاطر شما ببین چه ها خرج کردیم. چیه؟ یه بران جور ست من. خب بچه ها آماده کردیم. صدای جلز ولز رو بشنوید. جون چه بوی بدی میده. خب دیگه فکر کنم کافیه. تخم مرغ رو بزنیم. بابا بذار کمی چیز شه ترد خوشمزه. بابا بوش خیلی بد میاد. ولی چه صدایی میدن. چه بویی افتاده. بابا یه ذره بفزه بعد این رو بزنین دیگه. قرار نیست که سرخشون کنی. کمی سرخش کن. حاجی کابه کلن کجه. ببرش کلن اون ور دیگه. مال من داره دیگه آب میشه. همه این داره میشه. نمیدونم دیگه این چه جوری بشه. دیگه خدا میدونه. آره بزن. بزنم. موز بیشتر از این نمیدونم. موز خودش آلردی نرمه دیگه. اصل کاری اینه. آقا یه سوال. نه توی مزدر علی اصغر خدایی تو که این همه غذا تا حالا یه همچین چیزی بود؟ فکر نکنم تو عمرت همچین چیزی دیده باشی. آقا مثلا برنج و ماکارونی و مثلا اینا رو خورشت و قرمه سبزی و آه این چیه؟ ولی فکر نکنم من داره دیگه میگیره. ولی فکر نکنم دیگه اینا رو بشه جای نهار خورد. باید یه دونه فسنجون درست کنیم فکر کنم خوشمزه میشه. اینم فکر کنم کافی باشه. ببینم وای انگار از آشغال چیز داره بردی. اینو ببین دارن دیگه کم کم پخته میشه. اصلا حامد انگار کدوه. آره گفتم دیگه وقتی میتازن شبیه کدو میشه. اصلا ببین اینجا رو ببین. بوش کن ببین بوش چجوریه. آبشون زیاده داره. وای خیلی بده. تنفس تو نمی‌کنه. یه ذره چیزش کن چیزتر شه. ببین اصلا این ترکیب تخم مرغشو ببین اصلا انگار فاسد شده یا چی شده اصلا. این چیه؟ خیلی عجیب شده اصلا تخم مرغ تا حالا اینجوری ندیده بودم. خیار بوی خیار خوبه. نه الان من خیار تو رو کباب کنم حامد. خیار منو کباب کن. اینجا رو بگیر بابا. آش شد آش. شبیه آش. اون ژیره بود چی بود با تخم مرغ قاطی کردن شبیه اون شده. به نظرم این غیر قابل خوردن. یه بار دیگه هم بو کن. این که کلا بوی آشغال. این بوی خاصی نداره برای گرکل بده. این اصلا میخوای همینجا چیز کنی. تمام کنیم. اینجوری میکنم.
خب بچه‌ها پختیم و اومدیم. اصلا ظاهرشون که خیلی عجیب شده. خیار کبابی هن همونطور که ولی بدون نمک خیلی بد میشه. این آخرین ویدیومون باشه. شما اینجور فکر نمی‌کنید؟ خیار کبابی که حالا میذاریمش اینجا. موز و تخم مرغ، خیار و تخم مرغ، سیب و تخم مرغ. حالا میریم از هر کدومشون نه هر کدومشون نه یه ذره بخوریم ببینیم که اصلا میشه هر کی مال خودشو بخوره. ببین از همه بدتری که موز و ببین چیه؟ ببین باید هر تیکه رو که میخوریم کامل بخوریم ها. یعنی نه دیگه اگه نه حالت به هم خورد میتونی من کلا انتظار دارم که هر ستا رو که خوردم توف کنم بیرون. میخوام با جزئیاتی هرچه تمامتر بهتون. فقط شما اینجا رو ببین آجی. یعنی سمی ترین ترکیبی که میشه با تخم مرغ خورد. همه باید از این بخوریم نه؟ آره اول از این بخوریم. ای اصلا تخم مرغش رنگش ویدیویی آخر رنگش توسی شده. اینا مثلا بابا بخور. ولی میشه خورد. یه تیکه چرا نمیخوری؟ 1 2 3 خیلی بده. نه خوب بود. یادم بد نیست. فقط امشب نمیتونیم بخوابیم. تنش خیلی بده. تمزش خیلی بده. نومر کن. وای من ولی کامل قورتش دادم ها. خیلی سم بود. خب یه تیکه هم از مال حامد برداریم. زدلن اینطور رو خدا این چیه آقه؟ یه لحظه صبر کن. اولش خوب بود آره اولش یه ذره شیرین بود. خیلی بد شد. کلا ترکیبات شیمیایی خیلی عجیب بودن. ولی اول چاش خیار کبابی رو. نه خیار کبابی رو بعد اینکه کلا بالا آوردیم میزنیم. اصلا بو نداره. آره بوی هیچی ولی سبزیه دیگه مثلا نیمرو رو با سبزی می‌خوریم. خیلی بد باشه حالا. 1 2 3 وای چیه حاجی اینا رو اصلا به من 100 میلیون هم بدی نمیخورم. این که بدتر بود. خیلی بد بود. خیار کبابی بود. خیار کبابی ولی میشه خورد به نظرم. 1 2 3 این خوبه. این همون خیاره فقط دورش سوخته. ولی اینا خیلی خوب نیست. خیلی بده. کلا نه اینو من ترجیح میدم. نه من ترجیح نمیدم. خب حالا میریم سراغ فکر کنم دیگه بدترینشون اینه دیگه. اصلا میگه دیگه خودش میگه من کیم. وای خیلی فاسده. یه تیکه به من نون بده. حامد این چیه آخه؟ ببین. بابا یه تیکه به من نون بده. صبر کن. اینو میگیرم واسه تو. صبر کن اینجا. چقدر شیمیایی اینجا سبز. کلا سبز. آره. سیاه، سفید. اصلا این چی آخه؟ وای ولی یه ذره فکر کنم خوب باشه. آره. تهمزه شاید خوب باشه. حامد هم اینو گفت. فکر نمی‌کنم با سبزی می‌خوری. خیلی بد باشه حالا. بریم. آقا یه من کساجم والله اینم. 1 2 3 1 2 به خدا من بخور دیگه. تو نخوری من نمیخورم. بخور من میخورم. نه تو بخور من بخورم. به خدا میخورم بخور. نه خوبه. بخور. خوب عذاب در اومد آجی. خوبه. خیلی خوبه. خوبه. خیلی خوبه. بخور گوشت جواب بده دیگه. ببین برای اینا که نمیتونیم رتبه بدیم یعنی نمیتونیم نمره بدیم ولی از بد به خوب من میتونم براتون بشینم. بیاین حالا نابود شده این دوتا. من همشو خوردم من کلا از همشون تا قورتشم دادم ولی همین چیزی رو درست نکنید. همون یعنی رو بخورین خدا. آره اینا رو میریزیم تو آشغال. من یاجی به نظرم موز خوب بود. نه بابا اون کجاش خوب؟ نه اول موز خوب بود بعد بابا حالا ما نیمرو رو میگیم. اول به نظرم موز خوب بود بعدش سیب بعدش هم خیار. چه جوری به اینا رتبه بندی می‌کنی؟ اصلا نباید بخورن. نه حالا بینشون میگم دیگه.
این حالا کلا روی این حساب دیگه. این یه چاشنی مثلا شما عجیب تو غریبه. کامنت ها بهمون بگین که دیگه چی با چیزی قاطی کنیم. حالا نگینم خیلی آره نگین دیگه، من کلا این ویدیوها رو دیگه کلا نمیگیریم، فکر نکنم بگیریم، واقعا دیگه حالمون داره به هم میخوره. حالا تو فکر کن نه مثلا پرتقال رو هم بگیریم، پرتقال و شکر رو شاید داره پارت بعدش هم بذاریم بعد اون کامنت ها بنویسید اگه دوست داشتین پارت بعدی این ویدیو رو میدیم. فکر کن آره اینو کامل بخوریم یا هر چی که مثلا تو کامنت ها بنویسید با هم ترکیبشون میکنیم، ولی باید فکر کنم بالای 10 تا لایک بخوره بعدش این کارو بکنیم. نه آقا اگه تو کامنت ها بنویسید پارت دوش هم میدیم. مثلا 100 تا کامنت باشه کافی. 10 تا باشه. ببین واقعا سختن اینجوری نبینید، دهنمون سرویس شده تا الان. اینم از این. تا آخر تماشا کردید. کردید. توی کامنت ها نظرتون رو بنویسید. به نظرتون سمی ترین ترکیبی که بین این سه تا میشه داشت کدومشون بودن؟ خیار واقعا بد بود. بعد اینکه شما هم اگه امتحان کردید نظرتون نه امتحان نکنید. اصلا امتحان مسموم میشید بعد میندازید گردن ما. ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک سابسکرایب هم فراموش نشه. مرسی از همتون. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.